بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب أو شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک ما درس‌های خود را به عون الله تعالی دوام می‌دهیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که به آن حرف زده نمی‌توانند. از قسم یکم درس امروزی ما الدرس الخامس، درس پنجم است. الدرس الخامس، موضوع درس پنجم از چی عبارت بوده است؟ الاضافه. اکنون اضافه چیست؟ الاضافه هي نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر. هذه معنى ماذا؟ الإضافة. معنى إضافة شبودس هي نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر. يعني إن يك نسبة مباشد، يك مناسبة مباشد میان دو اسم بتقدير حرف جر، يعني در میانشون تقدير حرف جر است. توجب الجر الثاني ابدا، يعني این نسبت موجب یا که واجب میگرداند که دویم از این اسم، یکم نه، دویم از این اسم ابدا چی شود؟ جر شود. بنابراین اگر پرسن که ما معنی الاضافه، باید گوید که هي نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر توجب جر الثاني أبدا. يعني إضافة إن نسبة است بين دو اسم بتقدير حرف جر که موجب آن می شود که دوم همیشه مجرور باشد به طفیل یکم. خب اکنون بارک الله فیکم الاضافه نعم الإضافة على ثلاثة أقسام. إضافة سيخل مشبر، ما يقدر باللام وما يقدر بمن وما يقدر بفي. يعني سه نمود إضافة مشبر. فهميدت؟ الإضافة على ثلاثة أقسام، يعني إضافة بسي قسم تقسيم مشوند. اون اضافه است که بالام تقدیر گذاشته می شود و اون اضافه است که با من تقدیر گذاشته می شود و اون اضافه است که با فی تقدیر گذاشته می شود. این همان است که گفت که نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر، این یک مناسبت هست که بین دو اسم به تقدیر حرف جر که موجبی یا که سببی یا که باعثی جر شدن دویم از اون اسم را همیشه می باشد. همون حرف جری که گفتیم یا با تقدیر لام است یا با تقدیر من است و یا با تقدیر فی است.
برای خاطر اضافه تشکیل شدن دو اسم در کار بوده است. یکی را المضاف می نامند و دیگری را چه؟ مضاف الیه نامیده می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. خب برای خاطر آن که چه؟ دو اسم چه؟ اضافه تشکیل شود، دوتا نه باید که چه؟ دو اسم تشکیل شود که یکی را المضاف می نامند و دیگری را المضاف الیه نامیده می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. مثلا گفتیم که بین مضاف الیه با تقدیری چه؟ لام می باشد. وقتی که می گویم که غلام زیدین، غلام در اینجا مضاف است، زیدین مضاف الیه مجرور بالمضاف و علامت جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. فهمیدن؟ خب این در بسیار حالت ها می آید. می شود که میانی مضاف و مضاف الیه را با تقدیر من تقدیر کرده شود. مثلا میگویند که خاتم حدید، خاتم حدیدین میگویند. خاتم گفته انگشترین میگویند، انگشترین از آهن، از آهن. فهمیدید؟ این را از کجا فهمیده می شود؟ از آن فهمیده می شود که مضاف جزء از یا که پاره از مضاف الیه می باشد. همون انگشترین که یک میده چیز است، یک میده چیز، یک جزء، یک پاره از آهن می باشد. یا مثلا میگویم که باب ساج، ساج نام یک درخت رو میگویم، یعنی باب ساجین میانشان من است، باب من ساجین یعنی در جزء پاره از درخت ساج است. نه و سیم می باشد و تقدیر فی، خیلی که الله تعالی در سوره سبع در آیت 33 فرموده است بل مکر اللیل، بل مکر فی اللیل، بلکه این مکر است واقع شده در شب، یعنی این مکر هست که در شب روی داده است. این یعنی معلومات ها کوتاه باشد، هم باید که بارک الله فیکم اینا را نوشته شود که تا از بر کرده شود اینها رو. نه بعدا می فرماید یجب تجرید المضاف من التنوین، واجب است که مضاف را از تنوین چه خالی کرده شود، یعنی تنوین را از اسم مضاف برداشته می شود. فهمیده؟ مضاف تنوین نمیگیره. و كذلك من ال، فهمیده؟ و همچنین از مضاف چرا گرفته می شود؟ ال را. و اگر مبادا مثنا باشد مضاف یا که جمع باشد، نون مثنا هم و نون جمع هم چی از بین می رود.
در وقت مضاف شدن می افتد. فهمیدید نه؟ و مضاف الیه رو گفتیم که یکون مجرورا بالمضاف، به طفیل مضاف دائما مجرور می شود. با چی معلومات میتونیم گفتن در این باره؟ یک چیزی دیگر را نیز گفتن میتوانیم. بارک الله فیکم. و اذا كان المضاف الیه نکرة، اگر مبادا یعنی می شود که مضاف الیه چی باشد؟ نکره باشد. می شود که مثال مضاف الیه معرفه، در این خصوص چی فایده دارد؟ فهمیده؟ اذا كان المضاف الیه معرفة تفید تعریف المضاف. اگر مبادا مضاف الیه معرفه باشد، این افاده چرا میکند؟ افاده تعریف کردن مضاف را میکند. یعنی به طفیل مضاف الیه مضاف هم چی میشده است؟ معرفه میشده است. از یادتون برید قاعده اذا كان المضاف الیه معرفة تفید تعریف المضاف. اگر مضاف الیه معرفه باشد، مضاف را افاده تعریف میکند. مثلا وقتی که ما گفتیم غلام زیدین، گفتیم با طفیل زید غلام چی شد؟ معرفه شد. زیرا زید چی است؟ اسمی معرفه می باشد. علامت معرفه بودنش از چی عبارت است؟ علم، نام خصوصی است. و اذا کان نکرة، اگر مبادا مضاف الیه نکره باشد چی؟ اگر چی باشد؟ نکره باشد تخصیص المضاف. این برای خاص گردانیدن مضاف می شده است. یعنی معنای چی؟ معنای خاص گردانیدن مضاف آن را می فهماند که مشهور بودن او، پهن بودن او، شایع شدن او کم در کم روی داده شده است. مثلا میگم که غلام رجل، غلامی مرده، غلامی مرده. در اینجا غلام معرفه نشد، زیرا که مضاف الیه نکره می باشد. این تخصیص شد، نامش تخصیص می شود، خاص. مثال ها ذکر می کند. گفت است که کتاب محمد، وقتی که هر اینها را مضاف الیه می کنیم که در نتیجه اضافه روی می دهد. کتاب محمد، کتاب مضاف، محمد مضاف الیه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. بنت حامد، بنت حامد. كتاب الله، كتاب الله. كتاب محمد خطأ، والصحيح كتاب محمد. نحذف التنوين عند الإضافة. تنوین را در وقت اضافه کردن حذف میکنیم. خطا است، یعنی عند الاضافه نمیگویم، عند المضاف. الكتاب محمد خطأ، كتاب محمد نحذف ال عند الإضافة. در وقت اضافه کردن، در وقت اضافه عند المضاف گفتن خوب تره. در وقت مضاف ال را حذف میگردانیم. گفتیم اینا کتاب محمد، کتاب محمد. كتاب محمد خطأ، كتاب محمد صحيح. المضاف إليه مجرور بالكسرة. مضاف إليه با کسره مجرور می شود. نه فقط با کسره،
أو بما ناب عنها. أنا ما خير مثال محمد. أمثلة أخرى للمضاف والمضاف إليه. ديگر مثال ها آيدي مضاف ومضاف إليه. خال حامد فقير. تغاي حامد فقير است. كتاب من هذا؟ این کتابی کیست؟ یا که کتابی کیست این؟ ما اسم الرجل؟ چیست نام مرد؟ ابن من انت؟ تو پسری کی هستی؟ انا ابن خالد. من پسری خالدم. ما اسم البنت؟ نام دختر چیست؟ اسم البنت زینب. نام دختر زینب است. نعم. اکنون دیگر موضوع المناده. خب صحبت درباره منادا می رود. منادا چیست؟ یعنی تعریف منادا از آن عبارت است که منادا معناش چیست؟ منادا آن اسم را می نامند که با طفیل یکی از حرفهای ندا آمدن آن را یا که یعنی اقبال آن را طلب کرده می شود. فهمیدید؟ منادا آن اسم را می نامند که با یکی از حرفهای ندا اقبال آن را طلب کرده می شود. نه. خب در اینجا مثال هاش کو نگاه کنیم. گفته است که المناده هو بمعنى ان تقول لصديقك تعال. یعنی اختصار کرده. گفته است که منادا به معنای آن است که خیلی که برادرت یک دوستت میگویی که بیا. اختصار کرده است. عموما 5 نمودی منادا می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. المناده 5 انواع. 5 نمودی منادا می باشد. المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فهمیده؟ 5 نمودی چه منادا می باشد. خب المفرد العلم يكون. خب المفرد العلم گفته آن منادا میگن که مضاف نباشد و با مضاف هم مانندی نداشته باشد. شبه مضاف یعنی که نیم مضافه نباشد. برای مثال میگن که در اینجا المفرد العلم. المفرد العلم مفرد است و با علم است. مثلا یا محمد. دیدید؟ محمد مفرد است و علم است. خب یک مثالش طوری آمده. دوم والنكرة المقصودة. نکیره مقصوده یعنی نکیره است مقصد از ندا کردن چنین شخص معینی را در نظر داشته می شود. یعنی که صورتش گرچنده که نکیره باشد هم شخص معین را ندا کرده فریاد میکنی و این میشناسی و لیکن به صورتی که نکیره او را فریادش میکنی. مثلا یا استاد ای استاد، یا ولد ای بچه، یا بنت ای دختر. فهمیده؟ اینها را چی میگوین؟ النکرة المقصوده میگوین. نکیره است ولی مقصد به ندا کردن این شخصی معین را در نظر داشته می شود. فهمیده؟ بارک الله فیکم. این دو نوعی از 5 نوع دو نوعی منادا را اعرابشان چی می باشد؟ همیشه برزم می باشد، مبنی برزم می باشد. فهمیده؟ یا حرف ندا میگه یا حرف ندا محمدو یا که استاذو یا که ولدو
یا که بنتو نهار میگید که منادا مبنی علی الضم. فهمیدید؟ لماذا؟ لأنه مفرد علم محمد گفته سلام. اگر دیگرش باشد یعنی که استاذو ولدو بنتو اینها باشد لأنه نکرة مقصوده میگید. فهمیدید؟ اعرابش هم میخواد میشه. خب گفته است که یا شیخون خطا یا شیخو صحیح. نحذف التنوین عند النداء. در وقتی نداء کردن تنوین را حذف میکنیم. تنوین داخل نمیشه. اکنون گفتیم 5 نمودی منادا می باشد. المفرد العلم و النکرة المقصوده. فهمیدید؟ این دو نوعش از 5 نوع دو نوع را مبنی علی الضم میگویند. فهمیدید؟ به سبب چی؟ به سبب آنکه یا مفرد علم است میگن یا که نکرة مقصوده. و باقی ماندهش را باشد. باقی ماندهش کدام ها هستند؟ المضاف می شود که منادای مضاف باشد. می شود که المشبه بالمضاف باشد. می شود که النکرة غیر المقصوده باشد. نکره غیر مقصوده آن است که وقتی که او را ندا میکنن فریادش میکنن یگان با ندا کردن آن یگان شخصی معین را در نظر داشته نمی شود. یعنی کسی که نباشد کدام فردی از افرادی که نباشد. مثلا یک شخص وعظ میگوید و در وقت وعظ کردن میگوید که یا غافلا تنبه یا غافلا تنبه ای غافل هشدار باش، ای غافل ای بیخبر هشدار باش. در اینجا بارک الله فیکم غافلا البته که یا حرف ندا غافلا منادا منصوب میگه در اینجا. برای چی؟ لانه نکرة غیر مقصوده. از اول باید میگفتم که این باقی مانده سیتشه چی؟ معرب میشود. فهمید؟ باقی ماندهش چی میشود؟ معرب میشود. خب اعراب قبول میکنه. خب یا که میشود که دویمش منادا مضاف باشد. مضاف باشد یعنی که از دو اسم تشکیل شده دویمی از اون مجرور می باشد. چخیلی که گذاشتیم چخیلی که مثال میگن یا عبداللهی یا عبداللهی در اینجا یا حرف ندا عبده منادا منصوب لأنه مضاف ولفظ الله سبحانه وتعالى مضاف إليه مجرور بالمضاف. فهمت؟ خب سيم نوعش منادا المشبه بالمضاف می شود، یعنی که با مضاف شباهت دارد، ماننده دارد. مثلا برای معناش پره شود گفته یگان چیزی به او پیوست شده است. مثلا میگوید که یا طالعا الجبل یا طالعا الجبل یا طالعا الجبله، یعنی ای آن کسی که به کوه برآمده ایستاده، ای شخصی کوه برا، ای شخصی که بالای کوه برآمده ایستاده. یا حرف ندا طالعا منادا می شود منادا منصوب لانه شبیه بالمضاف میگویم. فهمیده؟ بعد چی میفرماید؟ کتاب من هذا سؤال عن العاقل، یعنی سؤال عن العالم. کتاب کس این سؤال داده است آیدی شخص علمدار. هذا کتاب محمد، این کتاب محمد است.
قلم من هذا؟ إن قلمي كيست؟ هذا قلم خالد، إن قلمي خالد است. این است. بارك الله فيكم. درسي امروزي ما از كتاب شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.